مشخص شد که این اصلاً یک جزیره نبود، بلکه نهنگی عظیم‌الجثه‌ای بود که سالها با زنجیر بسته شده بود. در همان لحظه نهنگ ناله‌ای از شکایت سر داد. الاغ کوچولو می‌توانست زبان حیوانات را بفهمد، پس حرف‌های نهنگ را برای جک ترجمه کرد. نهنگ گفت زمانی مرتکب اشتباه وحشتناکی شده بود. او بیش از 100 قایق ماهیگیری را بلعیده بود. به همین خاطر اینجا زندانی شده بود. اما نهنگ می‌گفت که آن اشتباه ناخواسته بوده و سزاوار چنین مجازاتی نیست. در حالی که صحبت می‌کرد، یک قطره اشک از چشمش فرو ریخت. الاغ کوچولو دلش به حال نهنگ سوخت، اما کاری از دستش برنمی‌آمد. همان لحظه جک عطسه کرد و فکری به ذهنش رسید. چرا کاری نکند که نهنگ عطسه کند؟ شاید اینگونه زنجیرها پاره شوند. جک سوار الاغ شد و به سمت سوراخ بینی غول‌پیکر نهنگ پرواز کرد. باید پیش از بسته شدن وارد می‌شدند. بالاخره موفق شدند وارد شوند. صحنه‌ای که دیدند نفسگیر بود، مثل کهکشان راه شیری. اما بوی آن داستان دیگری بود. الاغ کوچولو فوراً بالهایش را باز کرد و با نوک بالها دیواره‌های داخلی بینی را خاراند تا نهنگ را به عطسه بیاندازد. نهنگ واکنش نشان داد. چشمانش گرد شد و صدای نفسگیری از او بلند شد. یکی از زنجیرهای ضخیم ناگهان پاره شد. تمام بدن نهنگ آرام آرام بالا آمد. چه موجود عظیمی بود! جک و الاغ هنوز داخل او بودند. وای نه! وقتی نهنگ از بند آزاد شد، همه کشتی‌هایی را که اتفاقاً بلعیده بود هم بیرون انداخت. بله، آنها هنوز زنده بودند. به هر حال این یک افسانه بود. اما جک مأموریتش را فراموش کرده بود. او برای پیدا کردن یک انگشتر آمده بود. اگر آن را پیدا نمی‌کرد، پادشاه دستور اعدامش را می‌داد. افسانه می‌گفت انگشتر در شکم همین نهنگ است. اما حالا نهنگ دور شده بود. جک ناامید شده بود که ناگهان یک خرچنگ جلویش ظاهر شد. خرچنگ آمده بود تا انگشتر را به او برساند. با در دست داشتن این انگشتر، جک بار دیگر کاری غیر ممکن را انجام داده بود و نقشه پادشاه برای خلاص شدن از او دوباره شکست خورد.